های روزگار، هیچی تو دنیا به اندازه عصر جمعه دلگیر نیست. یه جور از جمعه عصرش آهناله میکنه، انگار باقی روزای هفته رو تو سواحل هاوایی در حال خوشگذرونیه. والا الان که جمعه نیست چه گلی داری به سر من میزنی؟ مثل باقی روزای هفته بیکاری، هر روزم مثل جمعه. آقا جان، اگه کاری بود که من اینجا نبودم. خب هرچی شغل تو این مملکت بوده آخوندا به فک و فامیل خودشان دادن. دیگه کاری نیست که به من برسه آخر. راست میگه عمو صفتر، ما یه فامیل داریم 28 سال بیکاره، 2 سال دیگه بیکار بمونه بازنشست میشه به امید خدا. بعد بعضی ساختن پول تو جیب ملت نداشتم بمونه. امروز تو مترو کارت یه بنده خدایی از بیپولی شارژ نداشت، من به جاش کارت زدم بیاد تو مترو. اینقدر خوشحال شد، گفت انشالله اومدی سمت ما جبران میکنم برات. کجا کار میکرد؟ گفت مرد شورم. والا شانس نداریم اصلا ما. آقا بالاخره یکی به ما بگه ما چند خط زیر خط فقریم؟ اگه یارانامون قطع بکنن میریم صفحه بعد. بابا شما یادتون نمیاد یه زمانی میشد کار کرد و پول جمع کرد؟ نه بابا، راست میگی؟ دروغم کجا بودم اوجا؟ تا قبل 4 خدا رو باید شکر کنیم که ما آدما حتی یه دقیقه بعدمونم خبر نداریم، وگرنه اگه پارسال همین موقع که دلار 26 تومن بودا بهمون میگفتن عید سال دیگه یعنی امسال دلار بیشتر از 50 تومنه چیزی از ما نمیمون. الهی زیر گل بری خامنه ای. تازه هنوز 2 ماه از سال نو نگذشته قیمتا همینطوری داره میره بالا. اون وقت خامنه‌ای اسم سال رو مهار تورم و رشد تولید هم گذاشته. اونی که ما میبینیم رئیسی دارن تولید مهار بکنن، تورم رو رشد میده. جالب اینه که چند روز پیش گفت من ناف اقتصاد رو از دلار قطع میکنم، همون روز دلار چند صد تومان گرون شد. بهش بگو اونی که قطع کردی شارک بود اولاغ. تو رو خدا تو به هیچی دست نزن، تو فقط برو بمیر. چه خبره دعسی؟ چرا انقدر رو صفحه گوشی ضربه میزنی؟ بازم سرعت نت کم کردن؟ کجایی کاری قربان تو؟ سرعت حلزون قطع نخواهی شده همراه با 3 تا سکته مغزی 15% از سرعت اینترنت آخونده بیشتر قربان تو بگردم من. بی خود وقت تلف کنی. اگه به تعداد ضربه‌ای که رو صفحه گوشی زدی کلنگ میزدی، شک ندارم تا حالا به نفت هم رسیده بودیم. فکر کردن اگه اینترنت رو قطع کنن دردشون دوا میشه. نه آقا جان، سرا از تو گوشی میره به سمت کف خیابون واقعی. اون وقت ماییم و اونا و کوکتلای آخونسوز. گل گفتی آقا جان. خودم میدونم.